سفر خود را توسط نمایش به گوشه‌های زیبا منظره کشور و یادگارهای تاریخی آن ادامه می‌دهیم. یکی از مهمترین یادگاری‌های تاریخی وادی وخان قلعه قققه میباشد که طبق تحقیقات در عصر 3 پیش از میلاد ساخته شده است. درازه 650 و پهنایش به حساب میآید تا 300 متر را در بر میگرفته است. عالمان صنایع ساختمان قلعه را در زمان کوشانیان معین کردند. مقصد ساختمان سلسله استحکام‌های وادی وخان را به آن علاقمند می‌کنند که در عصر 3 پیش از میلاد حرکت کوچمنچیان تیبت، سک‌ها و قوه‌های حربی چین و پامیر می‌افزاید و خطر وارد شوی آنها به درون مملکت پیش می‌آید. انتخاب جای، مواد و صنعت ساختمانی آن دوره از قابلیت بلند مهندسی درک می‌دهد. علامه باباجان غفورов در تاجیکان دایر به این مسئله چنین آورده است: مهندسان قلعه‌ساز آسیای میانه کامیابی‌های کلان به دست آوردند. دیوارهای رخنه‌ناپذیر قلعه‌ها که آنها را برج‌های آویزه، سد مرکب تگی دروازه و تیرکش‌های سرشمار باز هم مستحکم‌تر می‌کردند، صنعت قلعه‌سازی آسیای میانه را به درجه بهترین صنعت قلعه‌سازی آن دوره بالا برداشته بودند. در وادی‌های پامیر غربی، قهقه و یمچون قلعه‌های عظیم ساختند که در سر راه اساسی واقع بودند و سلسله استحکام‌های دراز مدتی به همدیگر علاقمند را تشکیل می‌کردند. ویران‌های قهقه نیز تا زمان ما آمده رسیدند. این نوارها شاهد استحکام بودن قلعه میباشند. دیوارهای قلعه قهقه در قسم شمال 1-2 و جنوب غربی تا 6 متر محافظت یافته، قسم جنوبی دیوار نقش بندی شده است. در خط دروازه دیوار باقی مانده 56 مناره دیدبانی و صدها تیرکش‌ها محافظت یافتند. تاریخ فعالیت قلعه‌های وخان قدیم به قدری کافی تحقیق نشده باشد هم یادداشت‌های سیاحان چین، اثرهای مورخان و نقل و روایت‌های تا زمان ما رسیده شهادتگری آنند که در گذشته دور این مکان جهت حفظ سرزمین از هجوم‌های گوناگون خدمتی زیاده کرده است و امروز قهقه به خاطر یک از یادگارهای واقعاً هم مهم تاریخی تاجیکستان وارد شده است.